سلام به همراهان عزیز کانال لیلی کندی. امروز میخوام ببرمتون چند تا جای دیدنی رو توی ترکیه نشونتون بدم. اینجا خونه ای هست که ما از Airbnb توی ترکیه گرفتیم. خیلی خونه تمیز و خوبی بود. بعد خوبیش به این بود که دم خونه پارکینگ بود، ماشین رو راحت پارک کردیم این چند روز و استانبول کارت گرفتیم و فقط با کارت اتوبوس و مترو این ور اون ور میرفتیم. خیلی هم هزینه‌اش ارزونه. دیروزم که بردمتون جزیره بویوکادا. این دم خونه های اکثر ترک ها ببینید این میز و صندلی ها هست، میشینن چای میخورن. اون قسمت اونورم هست، نشونشون بده. با من همراه باشید. امروز میخوام ببرمتون چند تا جای دیدنی توی استانبول. این خونه‌ای که ما گرفتیم در منطقه فاتح توی ایستگاه اتوبوسش یعنی کافی بود و خوبیش به این بود که پر از رستوران و کافی شاپ اطرافتون، فروشگاه زیاده. بعد شبا خیلی شلوغه. حالا امشب حتما میام براتون فیلم میگیرم و قیمت ها هم خیلی مناسبه، قیمت همه چیز. ببینید این میوه فروشی توی محلمون بود، یه دونه هم نبود، تعدادش خیلی زیاد بود. از این کافه های خوشگل، چقدر دونر کبابی، حتی فروشگاه لباس، حالا نور افتاده توی دوربین پیدا نیست. و خلاصه محله خیلی خوب بود. ببینید لباس حتی تو ترکیه از ایران ارزون تره. 250 لیره، حدود 5 پوند این پیرهن ها هست. جنساش هم خدایش خوبه، قیمتاش اصلا. ببینید این جاکت های بافت 200 لیره، یعنی 4 پوند. مغازه های ترکی تیپیکال، دم همشون هم باقلوا و باستروق میفروشن. مغازه های دونر و کبابی و کنتاکی و اینا یه ترکیه است دیگه. این نشان ملی ترکیه. هر شیرینی که فکر کنید. من هنوز نخوردم، امروز قراره امتحان کنم. اینم امیر سرگردان و عصبانی. عشقم خوشحالی الان با من هم سفری؟ اون که آره، ولی اگه کمتر علافمون کنیم برای فیلم برداری و عکس برداری که عالی میشه. ببینید من سر این عکس برداری و فیلم برداری شما چی میکشم. بچه‌ها مسجد توی استانبول زیاد هست ببینید، اما این مسجدی که میخوام ببرمتون فرق داره. این اول کلیسا بوده. استانبول فقط ساختمان‌های قدیمی نداره، ساختمان‌های مدرن هم زیاد داره و چقدر هم برج داره، برجای سر به فلک کشیده. اکثر این کوچه‌های وسط مرکز شهر ترکیه قسمت اروپاییش به دریا ختم میشه. ببینید چقدر قشنگه. دیگه بستنی سنتی ترکیه هم که میشناسیم، کوچیکاش 100 لیر، متوسطش 200 لیر، 100 لیر میشه تقریبا 2 پوند. متوسطش 200 لیر، بزرگاش هم 300 لیر. ولی خب انقدر بستنی رو تو هوا میچرخونن آدم جرئت نداره ازشون بخره. سیستم ترانسپورت وسط شهرشون این ترام های برقیه و البته ترام های سنتی هم هول و هوش اون میدون تقسیم و خیابون استقلال هست. حالا اگر برسیم بریم بعد بهتون نشون میدم. یه ترام میره یکی میاد. اونجا هم که مسجد طبق معمول همیشه. همون دکه های سیمید فروشی که تا بفهمم توریستی قیمتشو قشنگ 2 برابر بهت میگن، یا از اون سیمید باریکا از پشت میدن دستت. توی مسیرمون به مسجد ایا صوفیا این برج کنستانتین هم دیدیم که یک برج تاریخیه. من اگه بخوام توضیح بدم باید 3-4 دقیقه وقت بذارم در موردش توضیح بدم. حتما توی گوگل بخونید در مورد این برج. مغازه بستنی سنتی و این هم مغازه دیگه از اینا خوب میشناسین. چقدر هم دمنوشای خوشگل دارن. ببینید گولی منگولی. قیمت هاش هم 4 تا باکس رو میدن 450 لیر. 4 تا از این باکس ها یعنی تقریبا میشه هر 100 لیر 2 پوند، تقریبا میشه 17 پوند 18 پوند میدی. 4 تا از این باکس ها میگیری. استکان های خوشگل ترکی و این هم داخل مغازه که دیگه زیاد گرفتم براتون. این هم دکه بلالی و ماکادمیا 100 گرمش 150 لیر، یعنی 100 گرمش تقریبا 3 پوند. بلالی هم دونه 30 لیر. همین. چه عجب قیمت زده.
یکم هم از این غذاهای ترکیشون ببینید. به نظر من هیچ جای دنیا غذاش مثل غذای ایران نمیشه. درسته غذای ایرانی رو خیلی میپزیم. بعد ایشون فارسی میدونستن. درسته غذای ایرانی رو خیلی میپزیم و چی میگن خاصیتش از دست میده، ولی خوشمزه است خداییش. آب انار. انقدر این فواره ها چسبید تو راه، هوا خنک بود، خیلی حال کردیم. بیاتون خالی چه حوض قشنگی. چه ماشین بنتلی 250,000 پوندی رو کردن ماشین پلیس توی استانبول. ببینین ها. اینجا فواره آلمانیه توی میدان سلطان احمد کنار مقبره سلطان احمد. دلیلی که اهمیت داره اینه که زمانی که امپراتور آلمان از استانبول بازدید میکنه، سلطان احمد این چشمه رو به افتخار اون میسازه و این چشمه سالهاست اینجاست. قسمت های دیگر هم ببینید تا اون آخر. اینجا میدان سلطان احمده که تلفظ دقیقش رو نمیدونم. این مسجد که میبینید مسجد آبیه که از مهمترین مسجدهای استانبول، به خاطر طراحی داخلیش خیلی معروفه. همش هم تو همون میدون سلطان احمده. بازدید ازش هم رایگانه. این قسمت بالاش رو ببینید تا سقفش. حالا بریم داخلش ببینیم چیه. من اومدم دم این مسجد آبی، به دلیلی که روسری ندارم نمیتونم برم داخل. گفتم یک کمی ازش براتون فیلم بگیرم. اینا قبر سلاطین عثمانیه و خیلی مسجد خوشگلیه، ولی میگم که همه همونطور که میبینید روسری زدن. درسته رایگانه، ولی باید با روسری برید داخل و من نیاوردم. کفشاتونم دم در بعد در بیارید. این هم نمای بیرون این مسجد آبی که نمیدونم چرا اسمش آبی گذاشتن، داخلش که دیدین. مسجد پشت سرم مسجد معروف ایا صوفیا، مهمترین و معروفترین مسجد ترکیه است. حالا چرا؟ چون این مسجد نبوده، این اول بار کلیسا بوده. بعد با حمله عثمانی ها و اشغال استانبول این مسجد از کلیسا تبدیل به مسجد شده و معماریش هم معماری رومیه و هم معماری اسلامی. خیلی برای ترک‌های مسجد اهمیت داره. دور تا دور میدونم ببینید پر از توریسته. اون هم مقبره مسجد آبی. مسجد آبی هم یکی از مسجدهای مهمه، برای که مقبره خیلی از سلاطین عثمانی، امپراتور بهتره بگیم، داخلشه. این مسجد آبی انگار از اینجا ویوش قشنگ‌تره. اون هم مناره هاش. مسجد ایا دور فواره ها شیشه زدن. ببینید چقدر ایتالیایی اینجا هست، توریست ایتالیایی. هم کافه هاشون. خب اومدیم بریم مسجد ایا صوفیا رو ببینیم. صف رو ببینید از اینجا تا بی نهایت. و من یه اطلاعات اشتباه به شما دادم، ازتون عذر میخوام. این که گفتم مسجد ایا صوفیا رایگانه، نه رایگان نیست. مسجد آبی بازدیدش رایگانه. حالا قیمتشو میبینم بهتون میگم. قیمت بلیتش رو پرسیدم، نفری 25 یورو. اگر بیاین اینجا بخرید آنلاین ظاهرا ارزون تره. و اینو بهتون بگم، ما اگر وقت داشتیم حتما از این مسجد بازدید میکردیم. ببینید توی این صف فقط مسلمان ها نیستن و اروپایی ها زیاد هستن، برای که اینجا کلیسا بوده قبل. و ما وقت نداریم، کلا 2 روز استانبولیم، یه روزش که رفتیم به ایتادا و این هم یک روز باید خیلی جا برسیم. بنابراین من نمیرم داخل، برمیگردم. خداوکیلی ببینید چه خبر از توریست، انگار راهپیماییه. چقدر توریست. Orada mı kaldı abi? Bir bakayım abla. Bakayım. Aa! Bu ne abla?
بتون abla. Bu da hediyesi. O ne? Başka var mı abla? Fıstık. Fıstık. 50 lira. درسته گذاشتم سر کار ولی بستنی پسته‌ایش خیلی خوشمزه است. 250 لیره که میشه حدود 5 پوند. جاتون خالی. ما بعد از بستنی تصمیم گرفتیم بریم داخل این چای باقلوا فروشی. البته صبحونه که خوردیم یه چای باقلوا بخوریم. چقدر خوشگل. دارن نون تازه درست میکنن. این هم بیرونش. بشینیم. خالی اومدیم باقلوا و چای بخوریم. ان شاءالله که خوشمزه است باقلوا. خوشمزه است به نظرتون؟ ان شاءالله. نه باقلوا خوشمزه است. خوشمزه نبود نمیدادم. آره اینجا یه فارسی زبانم پیدا کردیم. همینجوریه. در مورد قیمتاش این 3 تا دونه باقلوا رو تحت عنوان یک قرص 290 لیره دادن. حدود چند پوند میشه همین؟ چاییاش هم دونه 65 لیره. این 290 لیره فکر کنم میشه حدود 7 پوند. 7 پوند اینا میشه 7 پوند باقلواها. چای هم دونه تقریبا 1.5 پوند. دونه 65 لیره. یه چیزی در مورد استانبول که میخوام بهتون بگم، اگر اومدین اینجا حتما با خودتون لیر بیارین، برای اینکه وقتی که یورو و دلار و پوند میدین توی برگشتش یه مقدار ممکنه کلا سرتون بذارن. خب ما دیگه با این استانبول کارت هامون میخوایم سوار ترام بشیم بریم سمت خیابون استقلال. ترام هم رسید. تا برسیم به مقاصد توریستی بعدی یکم کافه رستوران های ترکیه رو ببینیم از نزدیک. تو بعد نه ساختمون بانکشه. اینجا رسیم به برج گالاتا. حالا میرم بالا براتون در موردش کامل توضیح میدم. از این پلا باید بریم بالا برسیم به اون کوچه. این برج پشت سرم برج گالاتا هست، یکی از جاذبه‌های دیدنی استانبول که در زمان قدیم فانوس دریایی بوده برای دریانوردان و الان تبدیل شده به یک رصدخانه و الان شده یک جایی مثل برج میلاد که داخلش رستوران و کافی شاپ های زیادیه. پهناش 4 متره، درازاش 62 متره، 2.5 کیلومتر تا میدان تقسیم فاصله داره. یعنی اگر برید میدان تقسیم راحت میتونید پیاده بیاین اینجا رو ببینید. پر از کافی شاپ و رستوران تمام دو طرفش. اون قسمت میدانش هم همین جوره. برو تا اون بالا رصدخانه‌ش رو زوم کنی ببینید. اینجا دیگه رصدخانه نیست، البته شده رستوران و کافی شاپ لاکچری. صف دمش رو ببینید. حالا ما اگر می‌خواستیم بریم توی این برج یا باید آنلاین بلیط از قبل می‌خریدیم یا همچین صفی رو تحمل می‌کردیم. هر موقع می‌خوایم بیایم بچه‌ها، هر جاذبه توریستی رو تو هر کشوری می‌خوایم ببینید از قبل بلیطاشو آنلاین تهیه کنید. ببینید این کوچه پس کوچه‌های اطراف این برج فانوس یا گالاتا هست که می‌بینید اینجا. ببینید چقدر خوشگله. برو روی برج. خوبه ما وسط هفته اومدیم، انقدر شلوغه که حد نداره. این هم یه ویو کلی از اینجا. این بالکن هاش من رو یاد کشور مالتا مینداخت. البته اون زمان ولاگ براتون تهیه نمی‌کردم با ملینا رفتیم مالتا. یه چیز جالب که توی خیابون استقلال دیدم، کافه نروی انگلیسه که البته اصلش ایتالیاییه، از ایتالیا اومده انگلیس و الان هم ترام های وسط شهرشون که ببین از این ترام های قدیمیه. چقدر خوشگله. میره میدون تقسیم. این دیگه خیابون استقلاله تا اون آخر. خیابون استقلال
که معرف حضور اکثرتون هست، در موردش هم شنیدید. اکثر بوتیک های ترکیه و مرکز اصلی تجاری ترکیه هست اینجا. کوچه پس کوچه های خیابون استقلال رو ببینید، خوشگله. این مغازه توی شهر پراگ کشور چک هم 2-3 برابر این هست. فکر کنم جای دیگه هم هست، فقط پاستیله. جا ملینا جونم خالی، قربونش برم. کوچه پس کوچه های خیابون استقلال. وسط خیابون استقلال امیر گرسنه شد، من هنوز گرسنم نمیشه. اومدیم برگر کینگ. این چشم ها بابا قوری ها هم جز سوغات های ترکیه است. این متوسطاش دونه 210 لیر. ببینید بهتون گفتم دم اکسچنجی ها خیلی شلوغه، همه دارن لیر میخرن. بعد توی این خیابون تقسیم هم همه چیز از اون محله که ما زندگی میکنیم گرونتره. این دیگه خداییش خیلی درومه. این باقلوا فروشی حافظ مصطفی یکی از برندهای باقلوای گرون ترکیه است، ولی خب الحق و الانصاف که هم خوشمزه است همین که خب گرونه. اینا عکس خود آقای حافظ مصطفی، بریم تو مغازه‌اش نشونتون بدم. بریم اول قسمت اینجا رو ببینید. باقلوا نیست، کیک‌های کاملی و دسرهای خیلی خوبی هم دارن. کیک‌های تریلیچه ترکی، انواع دسرها، کیک‌های تولد و فروشنده‌هاشون از این گل‌های خوشگل دارن. اینم بسته‌بندی هاشون. میر اکثرا برند گپ میپوشه، بعد گپ توی دانمارک جمع شده. اومدیم یه دونه اینجا تو خیابون استقلال پیدا کرد توی پاساژ. حالا داره میره ببینه شلوار جین چی دارن. از اون حراجی هم خریده، ولی حالا بازم بیشترم میخواد چون اکثر اوقات گپ میپوشه. ولی خب جینای ترک خیلی خوشگله. اون هم سفورا، برند سفورا. اومدیم یه دونه سیمیت بخریم توی خیابون استقلال. جمعیت هم ببینید. Thank you. بهتون خالی. ایشون نهار به همبرگر خورد، من سیمیت خوردم. بهتون خالی. این مسجدی که سر میدون تقسیمه، اسمشو نمیدونم ارزش تاریخی هم داره یا نه. گوگل هم ندارم الان براتون سرچ کنم. بعد این هم قسمت اطراف میدون تقسیم. اینجا میدون تقسیم استانبول هست، یک میدون که تبدیل شده به نماد ملیشون. علامت تو قسمت اروپایی استانبول هستش و تبدیل شده به نماد جمهوری مدرن ترکیه. و چرا اسمشو تقسیم گذاشتن؟ برای که در زمانهای قدیم تقسیم آب توی استانبول از این منطقه صورت می گرفته. حالا این اطرافش هم خیلی مسجد و جاییه که اکثر همایش ها و برنامه های استانبول توی این میدون صورت میگیره. اون قسمت هم سمت چپش هم یه دونه مسجد هست. و خلاصه که این میدون از زمانی که یه حمله با سلاح به یک سری از افراد حزب کارگر که اول ماه مه اینجا داشتن جشن میگرفتن شده، این میدون حالت ایدئولوژی هم براشون پیدا کرده. یعنی ما باز برگشتیم همون محله خودمون که همه چیزش ارزونتر از اون قسمت خیابون استقلال و میدون تقسیمه. اسم محلمون هم که صبح بهتون گفتم، باز یادم رفت همین چی بود اسم محلمون؟ یعنی کافی هست اسم محلمون. اگر خواستید از Airbnb خونه بگیرید اینجا بگیرید تا میدون تقسیم 1 ساعت پیاده هست، 1 رو با ماشین و همه چیزش خیلی ارزون تره. شبی داریم میریم شام بخوریم تو همین محله خوشگل خودمون. اگر امیر تون نره با هم داریم راه میریم. این هم محله ما در شب. بریم ببینیم شام چی میخوریم امشب. ببینید چه موزیک ترکی، چه رستوران هایی. به
حالا کجا بشینیم؟ چی بخوریم؟ انقدر آدم کباب و نمیدونم از این چیزا خوردی. هر جا هم میری موزیکه. بچه تازه چی میگن؟ جمعه شنبه نیستا. واسه قلیونی های عزیز. ببینید قهوه خونه سنتی هاشون چه خوشگله. حواس پیده کردم امشب، احتمالا پیده میخورم. این هم بساط قهوه ترکشون. پارسال که رفتیم ازمیر من پیارسال قهوه ترک از این مدلی ها روی شنداق میشه خوردم، خیلی خوشمزه بود. امسال دیگه اصلا فرصت همش از این آماده ها گرفتیم. امشب جای همگی خالی اومدیم دیگه حوض فست فود کردیم. این پیده هست، پیده ترکی. این پیده شد 180 لیر و این هم پیتزا 250 لیر. این یه چیزی حدود 6 پوند، این یه چیزی حدود 4 پوند. سالاد هم کنارش هست. انقدر هم سرستا میاد که نگو. بفرمایید پیده جای همگی خالی. میرم پیتزا گرم نشون دادم، غذا رو نشون دادم. برو رو مغازه. خب ما دیگه شاممون تموم شد، داریم میریم خونه. یه چیز جالب که میخواستم نشونتون بدم، این لامپ ها پارچ بارونه هست و کتری و فلاکس که درست کردن. دیزاین خیلی خوشگلیه و همین. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، نظرتون رو زیرش برام بنویسید. اگر سوالی در مورد استانبول دارید، حالا من خودم هم زیاد به اینجا آشنا نیستم ولی تا حدی که میدونم بپرسین، توی کامنت ها جواب میدم حتما بهتون. برای دوستاتونم بفرستید. اگر هم عضو پیج اینستاگرام نیستید عضوش بشید، ویدیوهای کوتاه رو اونجا میذارم. مطالب تکراری هم که میگم به خاطر اینه که هر بار یه تعداد جدید به این کانال اضافه میشه، برای همین تکراریه. قربون روی ماهتون. فعلا خداحافظ.